مقامات وزارت نقلیات روسیه گفتند که در مورد پروازهای هواپیماهای شرکت یملی این کشور از فرودگاه ژوکووسکی ولایت مسکو به شهرهای خوجند و دوشنبه در اواخر ماه مارس سال جاری موافقه حاصل شده بود. یک مقام بلندپایه وزارت نقلیات تاجیکستان صبح 30 مارس به رادیو آزادی گفت تا حال با جانب روسیه در مورد شروع پروازهای شرکت یمل به شهرهای تاجیکستان توافق حاصل نشده است. این مقام گفت تاجیکستان پیشنهادات خود را در این زمینه به وزارت نقلیات روسیه ارسال کرده است که در آن تقاضای اصلی رعایت شدن اصول برابری یا پریتیت پروازها میان شرکت‌های هر دو کشور حساب می‌یابد. ماجرای هوایی میان تاجیکستان و روسیه بعد آن برخاست که تاجیکستان در آخر سال گذشته با پرواز هواپیماهای شرکت یمل از فرودگاه ژوکووسکی ولایت مسکو به شهرهای دوشنبه و خوجند اجازت نداد. جانب تاجیکستان گفت که در پروتکل تنظیم پروازها که روز 7 نوامبر سال گذشته در مسکو امضا شده بود، پرواز هواپیماهای شرکت یمل به تاجیکستان پیشبینی نشده است. وزارت نقلیات روسیه در پاسخ به این روز 23 دکبر پرواز هواپیماهای شرکت سامان ایر تاجیکستان را به بعضی از منطقه‌های این کشور به استثنای مسکو و سن پترزبورگ قطع نمود. مقامات وزارت نقلیات روسیه روز 27 ژانویه اعلام کردند که جانب تاجیکستان با پرواز هواپیماهای شرکت روسی یمل از فرودگاه ژوکووسکی به دوشنبه و خوجند رضایت داده است. در پاسخ جانب روسیه برای پرواز هواپیماهای شرکت سامان ایر به شهرهای کراسنویارسک، کراسنودار، اوفا و ارنبورگ که ماه دکبر سال گذشته متوقف شده بود اجازه داد. مردان محمد، شادمانی یتیم، آزادی، دوشنبه.